хубтар мешуд аввал ба Русия, ки Русия ба мо ҳам наздика, ҳам бо забонна нағз медонем мақсад забони русиро. Бо мешуд ба Хитой, Хитоям мақсад мешуд. Боз бо Америка, ҳамин мамлакатҳое ки мисол абарқудратанд, беҳтар хубтар мешуд ки мо қатъи ҳамон мамлакатҳо мақсад доди гирифт мекардем. чӣ қабул сатҳи мақсад зиндагии мардум, сатҳи мисол кишвар бо хуб мешуд. ба фикрам ҳамон тарафҳои амрико қатъӣ бошад. чем Россия толк нест Россия. مثلا با آمریکا اگر رابطه نزدیک شد برای شهروندان چی فایده میشه؟ شهروندان همونجا کارکنی میرن به فکرم نازتر میشه. همه خوبتر تسترن کشورهای همسایه نزدیک ایران، افغانستان مقصدی نمی خیلی بد بود بازگرد. خب در افغانستان 4 سال شد که طالبان حکومت دارند. ما با اونها چگونه رابطه داشته میتوانیم؟ نمیدونم. خیلی یگان معامله ممکن بین دولتداری باشه آخه یگان بهبودی بین. Россия, конечно, همین نمی تاجیکستان زیاد شده Россия. همین Россия خاطر باید отношения رو ساز کنیم که رفت آمد ما را غم نتن در Россия. خب بغیر از روسیه بغیر از Россия من بغیر از Россия جا نرفتم نمیدونم. فقط هم Россия. با کشور همسایه چیه؟ کشور همسایه با فکر من ازبکستان نزدیکتر ازبک‌ها خاطر دیگه قرقیزای نه ساز شده отношения خاطر قرقیزا. دیگه نمیدونم افغانو اگه با فکرم نمیشد خیلی همه قطعی همی چرا با افغان ها نمیشه؟ منظورم با افغانستان چرا نمیشه؟ با نمیدونم اگه باید جسکی بدن برای همین خیلی حرکت کردن نکرد общий язык یافتن نکرد قطعی همسایه ها تمام. من فکر میکنم که با کشورهای اروپا ما همچون مهاجر رفتیم در فدراسیون روسیه کار میکنیم. سالهای اخیر بسیار مناسبت آنها با شهروندان تاجیک بسیار بد شده است. یعنی که بلند برداشتن پاتنت هر سال مناسبت درشت آنها با شهروندان همین تاجیکستان بهتر است که با کشورهای اروپا اگر رابطه ها پیدا شوند این خوبتر میشود. خیلی که با قول خود روسا میگن اونجا возможность است که همین امکانات ها بیشتر است. فقط راههای یافتن در کار که شهروندان ما با اون کشورها رفت آمد کرده توانند. اگر ما جدا کنیم فکر میکنم اصلا باید جدا نکنیم. خطی هم باید دوستی بشه تمام. خطی هم باید دوستی بشه. وقتی جدا شد علاقه مخالفی بگیم که قانونهای بین المللی میشه اون خیلی است. برای همه مثل کشورها ما دروازه ما شده یگان ممانعت نیست. دوستی برای اصلا برای همسایه ها دوستی. یعنی بیشتر با همسایه ها باید؟ بله. چرا فکر می‌کنید بیشتر با همسایه ها ما باید رابطه نزدیکتر داشته باشیم؟ برای که رفت و آمد بسیارتر شود. مثلا خشته برگری هستن بین همدیگر، مثلا بین ازبکستان و تاجیکستان نفری هستن که داده گریفت دارن، اویلوی زندگی دارن. خیلی برای اینا